آقا رفیق زیقی رو بشاش توش. رفاقت حرمت داره. رفیق باید مثل کوه باشه، مثل داداش باشه. رفیق به درد نخور و زیق قاطیکو بشاش توش. میگیری چی دارم میگم؟ یه اخلاق گندی دارم یا رفاقت نمی کنم، یا اگه با یکی علی گفتم رفاقت رو شروع کردم تا خشته که من معرفت باش میره صدمو میزنم، نصف نیمه نیستم. همین توقعم دارم. رفیق دوزاری و پلش نمیخوام. رفیق به درد نخور و یه شایی نمیخوام. رفیقی که پشتمو خالی بکنه که نمیبخشمش که. رفیقی که پشتمو خالی بکنه زیر پاشو میکشم. زیر پاشو خالی میکنم که بفهمه به خاطر کی بالا بوده. چی؟ رفاقت تاوان دارد. نقطه سر خط. اینجوری نیستش که همش تو عشق و حاله های لالایی و صفا سیتی و کجا بریم کی بشینیم باشه. بعد که به جای صفر به پاشوره میرسه چرا خاموش بزنه به جاده خاکی پشتتو خالی کنه. نه، اینا رفیقای دوزاری هم به درد نخورن. اینا رو باید بریزی تو مستراف، سیفونه بکشی و لب بیبرن پایین. رفیق باید لوتی و سینه سوخته مثل مرد پشتت باشه. دیگه چی دارم میگم؟ اینجور رفیقا اگه داری اسیرش باش، خبردارش باش. اگرم نداری که گاز بده دودتو ببینیم، یعنی وقتی صفای هرچی رفیق مشتی لوتیه.